کدوم بخش درس من خیلی مهمه؟ من میگم شروع از خود. یعنی فصلی که من میخوام بهتون بگم استراتژی، میخوام بگم منابع انسانی، میخوام بگم نمیدونم سیستم سازی، میخوام بگم به من دیگه آقا ولش کن همه نه بخوای یه درس ما بده بگید من وقت ندارم، من میگم این فصل شروع از خود رو بهتون میگم. من دیگه ولش کن. که در واقع تفاوت‌های بین فردی رو شما در یک مجموعه خیلی بهش بها ندارید. یک استراکچر مهمه و نکته. حالا اون نکته میخواد ابتدادرها باشه، میخواد نموشه، میخواد ترتیب باشه. میگه توی سیستمی که هرمیه، نوک سیستم هر چی باشه سیستمش هم ساختارش هم بس خیلی کار ما رو به عنوان مدیر سخت میکنه. کتاب اسکوپالی تیم کانینگز رو بخونید. میگه که من اعتقاد نداشتم که همه چی مدیریت نمیدونم مدیریت رو، من مدیریت اصای موسی داره که بزنه نمیدونم دریا شکاف بشه. با این تفکر رفتم 500 سازمان برتر جهان رو بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که مهمترین عامل موفقیتشون مدیرانشون. اگر شما خودتون رو درست نکنید، سازمانتون درست نمیشه. باور کنید من هر باری که میبینم سازمانم توی یه چیزی مشکل داره، مثلا یه خورده بی‌نظمی توی سیاسی میام میشم به خودم میام. یه خورده رو نظم خودم بیشتر تمرکز میکنم. یه خورده با سعی میکنم کتابایی که توی مدت زمانه بیشتر مطالعه کنم. باور کن سازمان درست میشه. حالا من یه تست هوش هیجانی هست، یه فایل اکسل میذارم توی گروه برای جلسه بعد حتما تو روشون هست انجام بدید. یه تست حالا سبک رهبری که اونم حالا رسیدیم به رهبری تیم‌سازی اون موقع بهتون میگم. پس اگر ما می‌خوایم تو مدیریت موفق شیم، اگر ما می‌خوایم تو بازاریابی موفق شیم، اگر ما می‌خوایم توی سیستم سازی موفق شیم، اگر ما می‌خوایم توی فروش موفق باشیم، اگر می‌خوایم تو مدیریت منابع انسانی موفق باشیم، اول باید خودمون رو درست کنیم. این داره به شما میگه چیکار کنید که زمین ناخودآگاهتون بیاد در جهت شما. فکر می‌کنم که راز موفقیت من توی این مسیر تصویرسازی بود. شما رویاهاتون رو توی ذهنتون تصویرسازی کنید. توی این مسیر ممکنه سنگ‌ها به سمت شما پرتاب بشه، اما هیچ کدوم نمیتونه شما رو زمین بزنه اگه با تمام وجودتون بخواید. درسته؟ ضمیر ناخودآگاه از طریق 6 حالت دیتا ورودی رو میگیره. 5 حالتش از طریق 5 حواس 5گانه است. 6 میشه از طریق هر رشته فکری که توی ذهن انسان میاد. مثلا همین بحثی که شما فرمودید که مثلا خودرو یا همین برنامه سیستم اداری که میگیم قبلش انجام میدادیم پاداش میده، از همین طریق اینو با هم مچ میشه، هی تکرار میشه، جملات تأکیدی مثبت، تصویرسازی که توی ذهن انسان هست، همینو برات تو عالم کائنات بدید. انضباط شخصی یعنی چی؟ یا دیسیپلین هم بهش میگن. توانایی فرد برای کنترل خودش، مدیریت رفتار، افکار، احساسات و کاری که دوست داره بهش عمل کنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی صبح می‌خوای خواب بلند شی، خیلی دوست داری بخوابی، هوا سرده، اتاق گرمه، همه اینا رو میذاری بغل دستم نمی‌بری چی بلند شی. اونجایی که خودت اولین نفری که شکست می‌دی نفس خودته، شکست می‌دی من باید بلندشم برم سر کار، اون بایده میشه انضباط شخصی. این بایده همون چیزی که تو رو موفق می‌کنه. همه کسانی که موفقن انضباط شخصیت دارن. باید من این کار انجام بدم و اولین کسی که شکستش میدن خودشونن. دوستان اگر صبح از خواب بلند میشی، همون اول صبح نفس خودت شکست میدی، 6 صبح خواب بلند میشی، بلند میشی لباس تو میپوشی، با اون قدری که خوابت میاد دوست داری بخوابی، میری سر کارت یا میری باشگاه، بعد میری سر کار، چه قدرتی تو داری سر کار؟ پیشنهاد میگه آقا همه نقشه دارن. از من نقشه میخواید چیکار کنم موفق شی؟ آقا نقشه اینه، هر روز صبح باید تمرین کنی، هر روز باید بری باشگاه. خب تو بلدی ولی باید انضباط شخصی داشته باشی. برای این حال انضباط شخصی سخت‌ترین کاره.
میگه خیلی سخته این کار، میگه من باهاش مبارزه میکنم که برم باشگاه. یعنی آقا کریستیانو رونالدو میگه آقا منم بعضی روزا هستش که دوست ندارم برم باشگاه. چی باعث میشه بره باشگاه؟ انضباط شخصی بایده. ببین تا زمانی که شما به عنوان مدیر میخواید خودتون کلمه باید رو نداشته باشید، نگید دوست دارم، بگید باید من موفق شم، باید من سیستممو درست مدیریت کنم، باید من تو این کارم پیشرفت نکنم. اون باید نباشه شما نمیتونید به موفقیت برسید. آقا بله خیلی روزا بلند میشیم آقا ما باور کنید 6 صبح ما میخوایم بلند شیم سخت، من خوابو خیلی دوست دارم. خب ولی میگم باید برم. چرا 6 صبح میری باشگاه؟ میگم آقا باید برم. اگه نرم 6 صبح 6 نرم باشگاه، نرسم ساعت 8 نمیتونم سر کارم باشم. اگه 8 سر کارم نباشم نمیرسم به کارم. به خاطر این آقا بهترین تایمی که هم آقا برای من میدونم که آقا برای موفقیت باید جسمی سالم داشته باشی، باید روی سلامتیت کار کنی، میدونم این رو. به خاطر همین من باید صبح برم باشگاه.